حفظ خادمان مطبوعات و واسطه های اخبار عاموی هر سال در مملکتمان تاریخ 27 ایون و 3 جشن می گردد. باعث افتخار است که امروز در جمهوری امان برای رواج و رونق مطبوعات تاجیک امکانیت ها ارزی وجود دارد. السلام علیکم همدیاران عزیز و ارجمند بینندگان عالی قدر. گروه ایجادی برنامه دوست داشته‌تان رنگین کمان در خانه مطبوعات شهر سمرقند قرار داریم. خواستیم آیدی فعالیت روزنامه آواز سمرقند به شما حکایه نماییم. السلام علیکم. السلام علیکم. خدایت ناز شما. ناز. خوش آمدید. خوشبخت باشید. خیلی خرسند شدم که شما از فعالیت ایجادی روزنامه آواز سمرقند دیدن کردید. و ما خوب میدونیم که آواز سمرقند امسال 35 سالگی خود را جشن میگیرد، درست؟ قریب تاریخ 35 ساله روزنامه آواز سمرقند در حقیقت خیلی درست اعتراف کردید و خیلی که شما در اینجا دیدید عکس ها، صورت ها و خط ها آیدی تاریخ روزنامه آواز سمرقند و میخواستم با همون خادمان با شخصایی که امروز در روزنامه آواز سمرقند فعالیت خود را پیش میبرند و با شعبه هایی که در روزنامه آواز سمرقند موجودند شناس کنم و من فکر میکنم که البته امروز زمان دیگر میشود، دور دیگر میشود، لیکن برای مطالعه کردن، برای آموختن و خواندن برابر کتاب و ژورنال البته سهم روزنامه نیست کم نشده است. مرحمت. در اینجا شعبه رکلام و اعلان ها دیمک دمیر نوروف در همین شعبه همچون مدیر شعبه فعالیت پیش میبرد و امروز خیلی که مرور زمان است، دور است، خیلی که خوب میدونیم انا برای مبلغ رو با از جهت مثلا مالیوی برزود کردن رکلام و اعلان ها برای ما خیلی مهم است. و در این جاده البته آواز سمرقند خیلی پیشرفته است. شکر خدا چون که در هر یک شعبه اگر وظیفه خودش در وقتش اجرا کند من فکر میکنم که البته در همه ساحه نتیجه و موفقیت خوب می شود. خب در اینجا باز دو خانه. مرحمت. در اینجا شعبه حیات اجتماعی و معنویت. السلام علیکم. در اینجا 3 نفر اشتراک میکنند، یک نفرشون در سفری کاری هستند. نوروزک بابا احمدов، مخبر روزنامه آواز سمرقند حسن جان صادقов، یکی از مخبرهای جوانی روزنامه آواز سمرقند برابر همین 2 نفرم ایجادیات خودشان هم مشغول میشوند و من فکر میکنم که در امروزه واقع حادثه‌ای که در ساحه معنویت در ساحه حیات اجتماعی صادر میشود آنها با واسطه شبکه‌های اجتماعی و مهمترینش همچون مقاله تحلیلی و تنقیدی و فکر و اندیشه های دیگر متخصص گفته در روزنامه عکس می‌یابند، اعلام میکنند. استاد بختیاری جمعه مدیر شعبه صنعت، اقتصاد و کشاورزی و برابر همین که حاضر با سفری کاری کردی جمشید عابدov در اینجا فعالیت پیش میبرند در ساحه من همین شعبه برای آموختن دیگر مواد خود تیار کردن. امروز من شاگردی روزنامه آواز سمرقند که در آینده خادم بهترین آواز سمرقند به حساب میشود اسلای بولتابوی و این کس در شبکه‌های اجتماعی نیز فعال هستند. استاد بختیار جمعه این استاد همه ما چون که تا امروز به همین قدر درجه رسیدگیشون من فکر میکنم که دیگر شاگردها به این کس نمونه. بختیار جمعه نه فقط همچون نویسنده بلکه همچون پوبلیسیست، همچون ژورنالیستی پروفسیونال یعنی که ژورنالیستی ماهر ساحه خود مقاله های تنقیدی و تحلیلی که برای امروز ضرور هستند با یک ملاحظه کاری با یک نقطه نظری به خود خاص اعلام میکنند. در خانه مطبوعات سمرقند حالا 3 اداره روزنامه فعالیت دارد. السلام علیکم. Assalomu alaykum. Xush kelibsizlar. Yaxshimisiz? Olibaka yaxshimisiz? Charchamayapsizmi? Rahmat, shukr. Olibaka Hasanov inkas جانشینی سرمحرری تحریریتی مشترک سمرقندسکی وستنیک و زرافشان همیشه با ما همکاری میکنند، مصلحت‌های فایده‌ناک خودشون میرسونند و ما شکر میکنیم که اونم خیلی انسان‌هایی که ساحه ژورنالیستیک مکتب خودشون هست همکاری میکنیم و همین دوستی برادری تا امروز از نقطه نظری گیم که امروزه باز هم مستحکم‌تر شده است. از فرصت استفاده برده sizga rahmat aytaman G'olib aka, hamma o'zaro hamkorlik, birodarlik uchun, do'stligimiz uchun. Mana shu 3 ta tahririyat, Samarqandskiy Vestnik, Zarafshon va Ovoz Samarqand gazetasi bir oila bo'lib yashayapmiz ham, his qilamiz bugungi davr, bugungi zamonni mana shunaqa yaxshi imkoniyatlarni, sharoitlarni.
Avvalo xush kelibsizlar Samarqandga. Yaxshi bilasizlar, Samarqand shunaqa bir maskanki, juda bir qadimiy, o'sha o'tmishdan ko'p millatli yurt hisoblanadi. Bir necha ming yildan oldin bu yerda turli millatlar vakillari yashagan, bir oiladek bo'lib yashagan va bugun ham mana shu an'analar davom etyapti. Mana Bahodirjon to'g'ri aytgandek, mana shu binoda viloyat matbuot uyida viloyatimizning 3 ta nashri faoliyat ko'rsatadi. Samarkandskiy Vestnik, Zarafshon, Ovoz Samarqand gazetalari 3 tilda chop etiladi. Maqsadimiz shu viloyat hayotini ommaviy axborot vositasi orqali xalqimizga ko'zgudek ko'rsatib berish. Gazetalarimizda agar biz bugun o'zbek tilida bir axborotni beradigan bo'lsak, xuddi shu axborotni rus tilida va tojik tilida ham ko'rish mumkin. Bizning xalqimiz, mana Samarqand viloyatida yashovchi aholi mana shu o'zlari qaysi tilda muomala qiladigan bo'lsa, qaysi tilda yaxshi tushunadigan bo'lsa, o'sha tilda mana shu gazetalardagi maqolalarni o'qishadi. Bu an'ana endi bizda o'sha azaldan paydo bo'lgan. Biz mana shu gazetamizni 110 yillik tarixga ega Zarafshon gazetasini o'tmishini ko'radigan bo'lsak, o'sha Mahmudxo'ja Behbudiylar, Saidrizo Alizoda vaqtida ham mana shu gazetalar butun mamlakat bo'ylab tarqatilgan va 3 tilda chop etilgan. O'zbek, tojik va rus tillarida materiallar berilganligini ko'rganmiz. Bu ham mana shu xalqlarimizning hamjihatligidan. Bizda shunaqa gap borki, mana ikki tilda gaplashuvchi bir xalq deydi o'zbek va tojiklarni. Xuddi shunaqa bizning gazetalarimizda ham mana shu narsalar aks etib turadi. در خانه مطبوعات با تشبث و درخواست روزنامه‌نگاران موزه تشکیل گردیده است. این موزه روزنامه‌های ولایت سمرقند می باشد. در اینجا چندین روزنامه‌ها در سمرقند روی چاپ را دیده است، نشر شده است، جایگیر کرده شده است. از آنها بسیار تاریخی یک عصر دارند تقریبا و بعضی هایشان تا حال فعالیت خود را ادامه دارند و در اینجا بیشتر مکافات ها و دستاوردهای روزنامه‌های زرافشان که به زبان ازبکی میبراید، سمرکندسکی وستنیک به زبان روسی میبراید و آواز سمرقند که به زبان تاجیکی تحریریت ماست. اینجا ستون روزنامه آواز سمرقند میباشد. در اینجا شماره های نخستین روزنامه آواز سمرقند را دیده میتوانیم و در برابر این کتاب هایی که از جانب تحریریت روزنامه آواز سمرقند، این روزنامه های ناحیه ها می باشد، ناحیه های سمرقند. انا همین روزنامه گلوبوت تانگی یک صفحه تاجیکی دارد؟ البته روزنامه گلوبوت تانگی صبح گلوبوت این به زبان تاجیکی یک صفحه دارد و در ناحیه سمرقند تا حال روی چاپ رو می‌بینید. در هفته یک بار به نظر. در هفته یک بار البته. خیلی خوب. من شکرانه را احساس میکنم که گذشتگان ما برای ما چنین شرایط ها رو، چنین امکانیت ها رو فراهم آورده اند. شما جوانان، ایجادکاران، ما با هم چی باید کنیم؟ از تحت دل کار کنیم، به وطنمون خدمت نماییم و همیشه به پیش حرکت کنیم که برای آینده وطن، برای همین آینده ازبکستان عزیز ملت خدمت نماییم. بیننده نکته سنج، خود پی بردید که در اداره روزنامه آواز سمرقند روزنامه نگاران اهل و اتفاق فعالیت میبرند. برابری با زبان مادری ایجاد نمودن، اکثر ایجادکاران با زبان دولتی و خارجی موادها می نویسند و در سایت های اینترنتی می گذارند. در مکتب مهارت اداره شاگردان زیاد تکمیل اختصاص نموده امروزها در راه ایجاد کامیاب گشتند. مناسبت های استاد و شاگرد هم تحسین آورند. از سال 2018 این جانب در تحریریت روزنامه ولایتی آواز سمرقند کار و فعالیت دارم. امروز در عهده خود وظیفه کاتبی مسئولی را دارم و پیوسته کوشش میکنم که برای تکمیل مهارت خود در اینجا آموزم، از استادان تجربه اندوزم و با یک سخن گفته میتوانم که تحریریت روزنامه آواز سمرقند برای من یک مکتب ژورنالیستی شد. زیرا وقتی که وارد این میدان شدیم، در اینجا از استادان خود که بی‌واسطه در این ساحه سر و کار دارند و تجربه زیاد دارند، از جمله استاد تاشقل عظیمزاده، بختیار جمعه، بهادر رحمانوف و چند دیگر ما تجربه اندوختیم. مهارت ایجادی، مهارت ژورنالیستی، دانش فرهنگی و مطبوعاتی خود را زیاد کردیم و البته این برای تکامل مهارت ژورنالیستی ما مساعدت کرد و امروز پیوسته کوشش میکنیم که صحیفه‌های روزنامه ما خواندنی شود.
مطالبی که به درد جامعه و نفس زمان را در خود انعکاس میکنند میکوشیم که چنین مطالب را پیشکش خوانندگان کنیم، مناسبت و رابطه ها را با خوانندگان خود پرزورتر نماییم تا که هر یک خواننده ما، هر یک مشتری ما و نوابسته از سمرقند است یا از ولایت دیگر است که ما را توسط شبکه‌های اجتماعی پیگیری میکنند، نوابسته از آن که از دیگر کشورها ما را پیگیری میکنند، بگذار که از روزنامه ما مطالب برای خود مفید را، درد خود را، راز خود را، همپیشه و همدم خود را دریافته توانند. با یک سخن می توانیم بگوییم که روزنامه آواز سمرقند این یک منبری دوستی خلقها نه تنها در ولایت سمرقند بلکه در سطح جمهوری می باشد که امروز بهر تحکیم دوستی، بهر پایداری دوستی خلقهای تاجیک و ازبک خدمت کرده ایستاده است. قریب 3 سال می شود که در روزنامه آواز سمرقند فعالیت دارم و ما در اینجا در قطار روزنامه شبکه‌های اجتماعی خود را داریم که آنها را نیز پیش میبریم. در تلگرام، در یوتیوب، در فیسبوک، در اینستاگرام صفحه‌های علیحده خود را داریم که برای خلق را با نویدهای تازه بهره‌مند کردن همیشه کوشش داریم. تا جهان پاینده باشد صلح بادا در وطن، شمس تا رخشنده باشد صلح بادا در وطن، تازی آسمان مصفا می درخشد اختر، تا قمر تابنده باشد صلح بادا در وطن. سرزمینی که مکانی خلق صلح آیین بود، صلح را زیبنده باشد صلح بادا در وطن. در لب و در قلب این خلق عزیزم دایما، خرمی و خنده باشد صلح بادا در وطن. حافی بیچاره هر دم با امیدی بی حساب، این دعا گوینده باشد صلح بادا در وطن. آره، متحدی کامیابی می آرد. امروزها اهل ایجاد سمرقند و مشتریان زیاد روزنامه آواز سمرقند را مطالعه می کنند. در رنگین و پرمحتوا گشتن صحیفه های روزنامه سهمی مناسب می گذارند. از نقطه نظر طلب، از نقطه نظر تکلیف این همه چیز فراهم می شود. با واسطه شبکه‌های اجتماعی ما رو قریب 25,000 نفر می بینند، می خوانند، مطالعه می کنند. با واسطه فیسبوک، تلگرام، شبکه‌های اجتماعی و مخصوص ما علاوه شعبه داریم با همین ساحه مشغول می شوند. و امروز استودیو آواز سمرقند هست. من بیهوده نگفتم. تا اینا ما با خیلی که شما دیدی سودید در زیر رکنی از کتابخانه آواز سمرقند ما مخصوص این لایحه‌های را پیش بینی میکنیم و با واسطه شبکه‌های اجتماعی تقدیم میکنیم. و این کتاب‌هایی که شما دیدی سودید همش از کتابخانه روزنامه آواز سمرقند روی چاپ رو دیده است. و امروز من گفتم ممکن است که کتاب استاد بختیار جمعه، کتاب استاد شاعر خواجه و اینجا 30 گفتار 30 طور نویسنده هایی که در محیط ادبی امروز سمرقند ایجاد میکنند. و از همه مهمش این با مناسبت 30 سالگی روزنامه آواز سمرقند ما کتاب آواز سمرقند دیروز و امروز رو چاپ کردیم که خیلی که در برو علاوه تاکید کردید. حقیقتا هم روزنامه تاریخ خود را داشت اما کتاب تاریخ را نداشت و امروز این اولین قدمی که در ساحه ژورنالیستیک با فکر یک نوآوری می شود. در آینده میتونیم همچون نمونه نشان دهیم. چند از میگویند که من روزنامه آواز سمرقند فعالیت چخیل شد. ما مثلا هر شنبه حکایه کرده نمیتونیم برای اون که ما نمونه شویم با نیت‌های نیک. من سال گذشته آواز سمرقند مشورت، تشبث، موافقت در 2 زبان، هم به زبان ازبکی هم به زبان تاجیکی چاپ کردیم که از سال 2018 تا 2022 آواز سمرقند چه کارها رو به انجام رساند و چه موفقیت رسید. ما در اینجا همیشه من با واسطه صورت و با واسطه ایضاح‌ها نشان دادیم و من فکر می‌کنم که البته با همه مخلصای روزنامه آواز سمرقند خیلی شوق‌آور است. سهم مناسب خادمان ساحه طبع و نشر در کار نیک عاموی گرداندن مدنیت قرائت در مملکت اعتبار علاهده را شایسته است. در سالهای آخر در اداره روزنامه کتاب‌های بدیعی به نشر رسیده است که بی‌شبهه در وسیع گردیدن جهانبینی آدمان پیش از همه جوانان نقشی مهم دارد. به تمام همکسبانمان کامیابی ایجادی، خوشبختی و در خاندانتان فرحمندی را تمنا داریم.
همت با این نشان شناسید من پاسداری همت با این نشان شناسید همت متای قیمت با این نشان شناسید همت متای قیمت با این نشان شناسید در روزی سخت هرگز من پیش سخت رویم قدر را نمی کنم قد با این نشان شناسید قدر را نمی کنم قد با این نشان شناسید در روزی سخت هرگز من پیش سخت رویم قدر را نمی کنم قد با این نشان شناسید قدر را نمی کنم قد با این نشان شناسید نشان شناسید گویم فقط خوش آمد با این نشان شناسید من پاسداری همت با این نشان شناسید همت متای قیمت با این نشان شناسید شناسید یک جان فدای ملت با این نشان شناسید من بی اخصاصی زلت بر باد هیلت یک جان فدای ملت با این نشان شناسید یک جان فدای ملت با این نشان شناسید یک جان فدای ملت با این نشان شناسید